الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، از سخنان بسیار ارزشمند و مفید مهمان بسیار گرامی و ارزشمندمون استاد تفسیر جناب مولانا گرگیز حفظه الله استفاده کردیم و مستفید شدیم. در این وقت دقایق چند مطالب کوتاهی را خدمت شما عرض می کنم و دنباله سخنان جناب مولانا هستم. ضمناً امروز از مدرسه بسیار فعال و یکی از مدارس بسیار نمونه استان هست، مدرسه منبع العلوم کهوان، که این مدرسه در واقع مدرسه و درسگاه حضرت علامه مولانا محمد عمر رحمه الله تعالی است که انسان بسیار بزرگ و لایق و شایسته بود. هم مولانا انسان بسیار معنوی و از صالحین بود و هم از لحاظ علم بسیار برجسته و زندگیش در درس و تدریس و مطالعه و اصلاح و تزکیه مردم گذشت. الحمدلله این مدرسه را فرزندان حضرت علامه و شاگردان مولانا محمد عمر رحمه الله تعالی به خوبی اداره کردند و الان اداره میکنند و الحمدلله مدرسه پیشرفت داشته خیلی و سال یک بار دوستان میاند و ما کمک جمع‌آوری میکنیم. با توجه به شرایط نیاز است که امروز کمک شایسته جمع‌آوری بکنید. کارتخانه را میارن خدمت شما و آخر هم جمع‌آوری عمومی میشود و دست بالا بگیرید و انشاءالله این مایه خیر و برکت هست برای شما و برکات الله تعالی بر همه شما مزید می شود و این یکی از شکر نعمت هاست. کمک کردن به مدارس و حمایت از تعلیم این در جهت شکر نعمت های الله تعالی و نصرت دین هست و الله تعالی به شما توفیق عنایت کند. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. حضرت ابراهیم علیه السلام که توحید را در سرزمین عراق اعلام کرد و با مخالفت هم پدر و خانواده و با مخالفت حاکمان عراق و نمرود و با مخالفت مردم عراق که بت پرست بودند و ستاره ماه و خورشید را پرستش میکردند، روبرو شد. بت عراقی ها به دو شرک مبتلا بودند، هم بت عبادت میکردند و هم ستاره و ماه و خورشید پرستش میکردند و این سوره مبارکه انعام و اینجا همین شرکشون را الله ذکر کرده، ولی در سوره های انبیاء و جاهای دیگه او شرک ذکر شده که بتها را پرستش میکردند. و آخر الامر او مردم عراق ترسوندند ابراهیم علیه السلام را که بتهای ما معبودان ما شما را نقصان میرسانند، به شما ضرر میرسانند،
شما را میزنند، شما را دیوانه میکنند. معمولا همیشه کلمات انسانهایی که با خدا شریک میگیرند و مرتکب شرک میشن میترسانند دیگران را که اینها نقصان میرسانند، به شما ضربه وارد میکنند، بابا دیوانه میشید و مریض میشید، با مشکلات مواجه میشید. ابراهیم علیه السلام را ترسوند. و حضرت ابراهیم علیه السلام استدلال عجیبی کردن. فرمودن که بابا شما از خدا چرا نمی ترسید؟ خدایی که دانا و توانا هست، خالق جهان، مالک الملک و همه چیز در دست پروردگار است. شما از خدا چرا نمی ترسید که با او شریک میگیرید، او را نافرمانی میکنید و من می ترسونید از بتانتون که جان ندارند، مالک نفع و ضرر نیستند، شنوایی و بینایی ندارند. من از بتهای بی جان می ترسانید و شما از خدای دانا و توانا و علیم و خبیر چرا نمی ترسید؟ چرا از عقلتون کار نمی گیرید؟ چرا فکر نمی کنید که شما منو می ترسونید، در حالی که باید شما بترسید از خدا که خدا را نافرمانی می کنید، در نتیجه توبه بکنید و گرویده توحید بشوید و خدا را تنها عبادت کنید. چرا که شرک بزرگترین ظلمه و بزرگترین نافرمانی الله تعالی است. و اینجا الله تعالی مطلب جالبی را ذکر می کنند که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. الله می فرمایند آنانی که ایمان آوردند، که ابراهیم علیه السلام ایمان آورده بود، آنانی که ایمان آوردند و ایمانشون را با ظلم مخلوط نکردند و ظلم مرتکب ظلم نشدند، برای اونها الله می فرمایند امنیت هست. ابراهیم ایمان آورده بود و ایمانش را با ظلم و گناه آلوده نکرده بود، مرتکب ظلم نشده بود. چرا؟ که ابراهیم در مسیر تقوا بود، در مسیر پرهیزگاری بود، خدا را نافرمانی نکرد، حقوق مردم ضایع نکرد، بر نه مردم ظلم کرد که حق مردم پایمال بکنه و نه حق خدا را پایمال کرد که با خدا شریک بگیره. و لحاظا امنیت الله می فرمایند، این امنیت دنیا هم هست و آخرت هم هست. امنیت دنیا و آخرت برای چه انسان هایی است؟ برای اونایی که ظلم نکنند و ظلم را با ایمان و اعتقاد مخلوط نکنند. معلوم میشه که بزرگترین پایه امن و محور امنیت دنیا ایمان هست و ایمان خودش از امنه. و ایمان وقتی که کسی ایمان میاره معنای از امنه. ایمان انسان در امان میگذاره. هر دو طرف او ذاته که بر او ایمان آورده می شود و او کسی که ایمان می آورد بین خالق و مالک بزرگترین قرارداد، بزرگترین معاهده، بزرگترین چیزی که مایه امن طرفین او ایمانه. وقتی که شما به الله تعالی ایمان بیاورید بزرگترین ارتباط برقرار کردید، یعنی خطر تکذیب و خطر نافرمانی الله این رفع کردید و هم ناامنی از شما رفع، ناامنی از هر دو طرف، خطر تکذیب هم رفع و روی این ایمان مایه امنه. و این اولی محور
محور امنیت اعتقاد، دومی محور امنیت تقواست و پرهیزگاری که انسان ظلم نکنه. شما که ظلم نکنید مستحق ظلم هم نمی شوید، مستحق انتقام نمی شوید و لہذا در امان قرار می گیرید. و وقتی که انسان حق مردم ظلم ایمان آورده، ایمان داره به الله، ولی مرتکب گناه همیشه تهمت میزنه، دروغ میگه، مال مردم هم میخوره، مال یتیم هم میخوره، مرتکب قتل بشه، مرتکب جرم و جنایت بشه، امنیتش سلب میشود. بالاخره قانون هم همینه. شما قانون دنیا همینه که کسی به کسی ظلم نکنه. وقتی قانون هم میشکنه و زیر پا میگذاره، حق انسان ها را ضایع میکنه، تحت تعقیب قرار میگیره. آقا میرن دم در کسی میگن شما آقا آدمی کشتید، آقا شما حق مردم خوردید، آقا مردم از شما شکایت کرده، امنیت شما سلبه. امنیت هم عزیزان من یه چیزی است که خیلی کلمه بزرگی است و وسیعی است. امنیت ناامنی کم هم است و ناامنی زیاد هم است. کسی که شرک با خدا مرتکب بشه و با خدا شریک بگیره، امنیتش به طور کلی سلب میشه. نه در دنیا امنیت داره نه در آخرت امنیت داره. ولی وقتی که گناه کمتری بکنه، الله را نافرمانی بکنه یا حق بندگان طلب بکنه، به همون اندازه امنیت از او سلبه و او باید بترسه که مورد مؤاخذه خدا قرار نگیره. ولذا عزیزان من این مخاطبین این آیه شامل حال تک تک شماست. این آیه شامل حال حکومت های دنیا است و تمام است. شما همه‌تون اگر شما ظلم نکنید، حق کشی نکنید، حق مردم نخورید، کلاه بر سر مردم نگذارید و حق مردم ضایع نکنید، شما در امانید. شما این تقوا همینه که تقوا را رعایت کن، همینه. شما وقتی حق بنده را هم ضایع نکنید، حق خدا را هم ضایع نکنید، خدا را نافرمانی نکنید، شما در امن و امان کامل توی دنیایید و آخرتید. هیچ بر شما الله شما را حفاظت میکنه که کسی به شما تعرض نکنه که حق شما سالم زندگی کرد. اما اگر که مردم ضایع بکنید برای تو خطر وجود داره. فلان جا ظلم کردی، کسی میگفت که من در زندگیم هیچی نکردم، من نمیدانم چرا گرفتار مشکل شدم. گفته خیلی مسائلی که ما متوجه نمیشیم و کوتاهی. تو نماز که مرتب خواندید، نماز قضا نکردید. می‌دونیم که نه، لنگش در نماز داره، لنگش در زکات داره، در فلان دستور الله که فرضاً یا واجباً شکسته و لہذا آبروی انسان در خطره و هم جان انسان در خطره وقتی که بر مردم ظلم کنه و بر خدا ظلم بکنه، یعنی حق خدا را ضایع کردن، بی انصافی نسبت به خدا، ظلم نسبت به الله و انسان در مخاطره قرار بگیره. رو این توصیه کردم به استغفار که استغفار به کثرت بکنید، توبه به کثرت بکنید از اون گناهایی که میدانید و از اون گناهایی که نمیدانید، چرا که بسیاری گناه ها ما متوجه نمیشیم گناه کرد، در حالی که ما گناه کردیم. حرفی میزنیم که در آن نافرمانی خداست، گناهه و ما متوجه نمیشه که گناه را کردیم. حکومت ها مخاطب این آیات هستند. حکومت ها یک دغدغه‌شون عدالت باشد و به عدالت فکر کنن. باید حکومت ها بهترین امنیت و امنیت پایدار و امنیت ماندگار همانه که با عدالت اجرات بشه.
اجرای عدالت و رعایت حقوق الناس، حقوق مردم و رعایت کردن آزادی های مردم، آزادی های بیان، آزادی های کلام، رعایت کردن حقوق مردم و شنیدن فریاد مردم. اگر مردم فریاد بی‌عدالتی دارن باید فریادشو شنیده بشه. نشستن به مردم و گوش کردن حرفهای اونا و اجرا کردن عدالت، این بالاترین امنیت در کشور و هر ملک ایجاد میکنه. امنیت پلیسی امنیت نیست عزیزان من. امنیتی که امنیتای هر کشوری پلیس مخفی کشور اجرا بکنه، این امنیت پایدار نیست، امنیت نیست. امنیتی که با زور سلاح امنیت برقرار بکنید، این امنیت موقتیه و مسکنه. ولی امنیت که با اجرای عدالت، با اجرای مساوات، با رعایت حقوق الناس، با رعایت حقوق زندانی هاست، با رعایت حقوق بازداشتی هاست، با رعایت حقوق زنان، اقوام، مذاهب، ادیان و همه مردم. این امنیت اصلی حق آنه که مسئولین کشورهای دنیا و کشور ما بالاترین دغدغه‌شون عدالت باشه. چرا که عدالت میتونه امنیت دنیا و آخرت را تامین بکنه و وقتی دغدغه مسئولان امنیت باشه، وقتی روی عدالت فکر کنن عزیزان من، این میتونه فکر کردن در راستای امنیت، در راستای ثبات، در راستای امنیت مهمه و ولذا این خیلی مهم. کسانی که در بازداشتگاه ها هستند، توی زندانان اسیر محسوب می شوند و اینها حق دارند. یک سیلی به اینها زدن جایز نیست. واضح از شرعی بینه یک سیلی کسی بزنه حرام به و درست نیست. و شما سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را وقتی که ما بررسی بکنیم و زندگی آن حضرت را ببینیم، اسلام حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، اسلام خلفای راشدین، اسلام حضرت علی. شما ببینید که ببینیم که سیدنا علی چه اندازه عدالت تا گسترش داد. در مقابل عدالت همه برابران. رئیس جمهور مملکت با یک کارگر برابره، استاندار با یک نگهبان برابره، رهبر با یک مردم عادی برابره و هیچ تفاوتی نیست. عدالت مطرح بشه بین رهبر و بین یک فرد عادی از این دیدگاه اسلامه، این دیدگاه قرآنه، این دیدگاه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، دیدگاه حضرت علیه. و حضرت علی رضی الله تعالی عنه را شکایت برای حضرت علی رضی الله تعالی عنه و حضرت علی با یک یهودی نه مسلمان پیش قاضی شورای آمدن و برای لباس های جنگی خود حضرت علی که کسی به این لباس تصرف کرده بود یا ادعا داشت و در هر صورت اونجا که آمدن قاضی منصوب حضرت علی حق به یهودی داد، حق به یهودی داد. علیه خیلی حرفه. ما برای زینت منبرهایمون و برای مجلسمون وغیره بیان میکنه، چرا عمل نمیکنیم خودمان؟ و لحظه حضرت علی حق بگیر و به یهودی بده و گفت که او روند قضا. حضرت علی خود حضرت علی رضی الله تعالی امیر المؤمنین
و فرمان روای تمام بلاد اسلامی و دنیای هستند. قاضی را منصوب کردن، قاضی حق، نزد قاضی این حق به مال یهودی بود، ولی نزد حضرت علی این حق مال حضرت علی بود و او گواهی غلام آزاد شده حضرت علی را قبول کرد، ولی گواهی فرزندش را قاضی رد کرد که فرزند توه، به نفع تو شهادت میده و نکن. و نزد حضرت علی این گواهی قبول بود، نزد قاضی قبول نبود، قاضی همو عمل کرد. و این اسلامه. اگر ما بگیم جمهوری اسلامی، ما بگیم حکومت اسلامی، ما هر حکومتی بگیم، حکومت به خدا نسبت بدیم، به رسول الله نسبت بدیم، زمان میتونه اسلامی باشه که عدالت اجرا بشه، زمان میتونه اسلامی باشه که حق اجرا بشه، حق اجرا بشه. و زمانی نه اینطور که هرچه که دل بنده بخواهد عمل بکنم. نه، اگر بنده بگم اسلامی به نفسم و آنچه که من فکر میکنم نباید باشه، آنچه که قرآن میگه. اسلام قرآنه، اسلام محمد رسول الله. و این اسلامی که وقتی اجرا بشه، عدالت نافذ بشه، امنیت میآید، آسایش میآید. لذا مهمترین دغدغه در یک مملکت روی عدالت باشه، روی انصاف باشه، روی احقاق حق باشه تا امنیت اجرا بشه. این هم هزینه ها یه انگفت برای امنیت صرف میشه. و چرا این هزینه های انگفت صرف امنیت بکنیم؟ بلکه اینا را صرف عدالت کنیم، عدالت اجرا کنید. آسانه، هزینه نمیخواد. و شاید عدالت که اجرا بشه ببینید که دزدها ناپدید میشن، نه وسایل بیفته توی خیابانها کسی بر نمیداره. کسی یک جایی میگفت که اگر ماشین در یکی از ملک ها گویی ماشین اگر اینجا شب تا صبح روشن باشه و فراموش کنه صاحبش که ماشین من روشن گذاشتم، صبح که بیدار میشه که ماشین من روشن گذاشتم، هیچ خطری احساس نمیکنه که آقا دوز بیاید و ماشین روشن گازش را بگیره بره. این عدالت، این نتیجه برابریه، نتیجه عدالت، نتیجه اجرای احکام الله تعالی است. شما احکام الله را اجرا بکنید، شما اگر قرآن نافذ بکنید، سیره حضرت نافذ بکنید، هیچ نیازی حتی به این وزارتخانه های عریض و طویل و اختصاص بودجه های بزرگ خدا میداند که نیست و امنیت حاصل میشه. نیازی نیست که پلیس توی خیابان دور بزنه، پلیس بخوابه، پلیس استراحت بکنه، پلیس پهلوی زن و بچهش بشینه و عدالت اجرا کنه، انصاف اجرا کنه. ببینید که دزد کجایه، دزد کجایه. وقتی دین اسلام آمد، هیچ قبل از اسلام امنیت اصلا نبود در سرزمین حجاز و عربستان. راه های حجاج می بستن، تار و مار می کردن، قبیله مولانا ذکر کردن قبلا که با هم درگیر بودن. وقتی دین اسلام آمد گفت خدایا این دزد کجا رفت؟ دزد نیست. و یک زنی فرمود حضرت روز میاد که یک زنی از عراق سفر میکنه تا مکه مکرمه میاد، زنی به تنهایی پیر زنی سفر میکنه، احساس خطر نداره، نه برای خودش نه برای مالش. الله تعالی توفیق بده. علاج خوب بدانید، این حرف بنده را بشنوید که علاج برگشت به عدالت،
برگشت به انصاف علاج نشستن با مردمه و شنیدن حرف مردمه. همه ما دلسوزیم به کشورمون، همه ما دلسوزیم به این مملکت و ما به تمامیت ارضی کشور فکر میکنیم، به امنیت کشور فکر میکنیم، به وحدت مردم و عزت مردم، سربلندی مردم، آبادی مردم، به سیری مردم که مردم کشور سیر باشند و به این فکر میکنیم. راهش برگشته به عدالت، به اجرای عدالت، به اجرای برابری و راهش آنه که تمام حفاظت از تمام امنیت ملی کشور برگرده به کشور، سرمایه کشور به کشور مصرف بشه و تمام فکر به ملت باشه و به ملت فکر کنیم، به ملت ایران، به مردم ایران، به آبادی کشور، آبادی ایران. و اینها عرض کنم که نظر دلسوزانه نسبت به مملکت که هیچی توقعی ندارن و هیچی نمیخواهن و این خیر کشور میخواهن. تکبیر! خیر دنیای شما را میخواهیم، خیر همه آخرت شما را میخواهیم. به صورتهای دیگر نمیتونیم مسئله را حل بکنیم، مسائل حل نمیشوم. و منم توصیه میکنم به مذاکره و توصیه میکنم به حل فاصل و به اینکه فرصت از دشمن گرفته بشه که نتوانه بار دیگر بلکه مشکلات ایجاد بشه در کشور. رای حلش همینه که گفتگو کنید و قبلا هم همین توصیه شده بود که نظر داده شده بود که ما گفتگو بکنیم و سعی کنیم که تمام کنیم مسئله را و بالاخره برسیم به مردم و برسیم به کشورمون و مردم شرایط سختی را کشور طی میکنه و من عذرخواهی میکنم خیلی دیر شد، خواست زودتر شروع کنیم، مهمان داشتیم و در رابطه با مسئله افغان ها هم عزیزان افغانیمون توصیه میکنم که ما به مردم و ملت افغان، مهاجران افغانی اینجا محبت شده الحمدلله و جا دادیم اینها را و الان به نحو رفتار کنیم که ناراض بر نگردن. و همون یک قول از در منطقه هست، عرفی در منطقه که میگه مهمان وقتی می آید او را احترام کنید و خوش استقبال باشید و وقتی که مهمان می رود او را با بدرقه خوب بدرقه کنید. اینطور نباشه که ما استقبال خوب کردیم و بدرقه بد بکنیم. اگر بدرقه بد باشه تمام اون محبت ها فراموش میشه. ولهذا بنده به همه مردم عزیز ایران، به مسئولان، دستان در کاران، به همه شما مردم استان و مسئولان استانی توصیه مانه که عزیزان افغانی را فرصتشون بدید که با فرصت وسایلشون بپروشند و آهسته آهسته برن و مهلت داشته باشند، چرا که اینها به این صورت که می روند و کشور افغانستان که 50 سال جنگ دیده و تازه اونها از این جنگ خلاص شدن و به هر حال اونها بتوانند جوابگو باشه. این مردم که اونجا می روند هم ضایع نباشند در افغانستان، به تدریج برند و سیر تدریجی سیر اسلامیه و بهترین چیزی ها زمان بندی بکنید، فاصله بدید، فرصت بدید و دو وقتی که اینا می روند اینها را با محبت بدرقه کنید. توصیه بنده اینه که کرایه سنگین نگیرم.
راننده ها، صاحبان اتوبوس، شنیدیم بعض کرایه خیلی سنگین میگیرن و این سوی استفاده عزیزان افغانی. ما مجبورن کمک کنید، اینا نیاز به کمک دارن و واقعا جا داره که من تشکر کنم از شما مردم استان که شما محبت کردید، غذا میبرید میرسانید به این اردوگاه الغدیر که اینجاست و به هر حال همدردی کردید، آب، غذای، وسایل دیگه نیازه و اونجا ستاد مردمی تشکیل شده و داره به اینا کمک میرسانه و تاکید میکنم که شما این کار انجام. مؤسسه محسنین الحمدلله فعال در این زمین خوب و توصیه بنده صاحبان اتوبوس، صاحبان ماشین، کسان ماشین شخصی دارن محبت کنن و اینها را به مجانی ببرن به مرد برسن. اگر کرایه میگیره کرایه جزئی بگیره و اینها را ببرن برسانن، با صلات و سلام اینها را ببری برسانه و به مسئولین استان، به استاندار محترم، مدیریت استان توصیه ما هست که افراد بیشتری بگذارند در اردوگاه، چرا که اردوگاه جمعیتش 3000 گاهی 10,000 نفر اینجا افراد می آید که برای اینکه بروند به وطن و لحظه اینها را بتوان خوب ساماندهی کنند، برای اینها برنامه ریزی بکنند که اینها در کمترین زمان اینجا زیاد نمانند. اینجا امکانات در اردوگاه محدوده و اگر میتوانند اردوگاه دیگری را جاهای دیگری تجهیز کنند برای این مسئله که با آسایش و با امنیت و با محبت و عزیزان ما بدرقه بشوند و اگر اینها ناراض بشن بالاخره مناسب نیست، بددعا نکنن برای ما و ناراض بشن بالاخره حرفهای میزنن اون طرف به مرزها. فراوان افراد موجوده که اینا را مصاحبه میکنن که ایرانی ها با شما چگونه رفتار کردن و بعدی برای ما و کشور ما که اگر اینا برن و اونجا شاکی باشند از ما و این مناسب نیست. و توصیه ما هم همینه که به هر حال ما اینها همجوار ما و برادران اسلامی دینی ما، برادران انسانی، برادران و خواهران انسانی ما هستند و ما ملت با فرهنگ هستیم. مردم ایران مردم با فرهنگن و انشالله با همه جا بین کمک بشه، بین همدردی بشه، پولی میخواهم پولشون داده بشه و به نحوی که رضایت اینا گرفته بشه. اگر میخوان خارج بشه از کشور و زمان بندی بشه، فرصت داده بشه تا اون طرف بتوانند همین ها را نگهداری کنند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.